فرض کنید این روزا بالای 10 میلیارد تومان پول یه ماشین 0 کیلومتر میدید، ولی تو خیابون یه صدای تق تق از موتورش میاد که در واقع صدای پول شدن سرمایه‌تونه. پدیده‌ای به اسم ناک موتور. موتور ماشین‌های جدید با تراکم بالا طراحی شدن و سوختی با اکتان حداقل 95 میخوان. اما چیزی که تو پمپ بنزین تحویل میگیریم بنزین معمولیه که با اکتان 87، اونم در بهترین حال. راه حل چیه؟ یا بنزین وارداتی لیتری 75 الی 135 هزار تومان که فقط تو تهران راحت گیر میاد، یا به ازای هر 30 لیتر حدود 700 هزار تومان پول مکمل سوخت بدید. بریم سراغ فاجعه اصلی. وقتی موتور با اکتان 87 یا 88 ناک میزنه، دمای داخل سیرن به شدت بالا میره. ادامه این روند یعنی ذوب شدن پیستون ها یا کج شدن شاتون. تعمیر اساسی موتور یه ماشین چینی توربو تو بازار امروز حداقل بین 60 تا 120 میلیون تومان آب میخوره. ضربه نهایی رو موقع فروش ماشین میخوری. تو بازار دست دوم ایران ماشینی که موتورش باز شده باشه و تعمیر اساسی روش انجام شده باشه، برچسب ماشین موتور تعمیر میخوره. این یعنی روی ماشین 2 میلیارد تومانی موقع فروش حداقل 100 تا 200 میلیون افت قیمت شاهد هستیم. پس بیایم با خودمون رو راست باشیم. ما بنزین لیتری 3000 تومان یا 5000 تومان نمیزنیم. وقتی هزینه استهلاک، تعمیرات، افت قیمت ماشین رو سرشکن کنیم، ما داریم بهای وحشتناکی برای این بنزین پرداخت میکنیم.